گویند شخصی در حال مرگ بود و قبل از مرگ او وصیت کرد: من 17 شتر و 3 فرزند دارم. شتران مرا طوری تقسیم کنید که بزرگترین فرزندم نصف آنها را و فرزند دومم 1/3 آنها را و فرزند کوچکم 1/9 مجموعه شتران را به ارث ببرند. وقتی که بستگانش بعد از مرگ او این وصیت نامه را مطالعه کردند، مدهش شدند و به یکدیگر گفتند: ما چطور میتوانیم این 17 شتر را به این ترتیب تقسیم کنیم؟ و بعد از فکر کردن زیاد به این نتیجه رسیدند که تنها یک مرد در عربستان میتواند به آنها کمک کند. بنابراین آنها به نزد امام علی رفتند تا مشکل خود را مطرح کنند. حضرت فرمود: رضایت میدهید که من شترم را به شتران شما اضافه کنم، آنگاه تقسیم بنمایم. گفتند: چگونه رضایت نمیدهیم؟ پس شتر خیش را به شتران اضافه نمود و به فرزند بزرگ که سهمش نصف شتران بود 9 شتر داد. به فرزند دوم که سهمش ثلث شتران بود 6 شتر داد و به فرزند سوم که سهم او 1/9 بود 2 شتر داد و در آخر 1 شتر باقی ماند که همان شتر حضرت علی بود.